سلام. این سلام. نه گوش بدین. سلام. نه. اگه فکر میکنید ریزش موهاتون، خارش یا چربی موهاتون طبیعیه، این ویدیو قراره نظرتون رو کاملا عوض کنه. من نرجس هستم، ساکن کره جنوبی. امروز اومدم جنوب توی سئول که اسکالپ 18 مرحله‌ای رو انجام بدم. اینجا قبل از هر کاری پوست سرتون رو با دستگاه آنالیز میکنن. بعدش یه پاکسازی عمیق انجام میدن، لایه برداری میکنن، سرم های درمانی استفاده میکنن، ماساژ تخصصی با صندلی یا با دست و اکسیژن رسانی هم براتون انجام میدن. همه چیز علمی، دقیق و کاملا متناسب با نیاز پوست سر خودتون طراحی شده. یه جایی وسطش فهمیدم چرا کره‌ای ها هر کاری میکنن موهاشون انقدر سالمه، چون فقط موهاشون رو نمیشورن، پوست سرشون رو درمان میکنن. بعد از تمام شدن کار پوست سرم سبک شده بود، حس خنکی داشتم و تمیزی واقعی که خیلی 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 فرق داشت. یه چیزی بهتون بگم بچه ها، اینجا حتی بعد از درمان برام اصلاح کردن مو هم انجام دادن و حتی موهام یه کات کوچیکی هم کردن. و خواستم بهتون بگم که جنوه فقط یه سالن نیستش، یه تجربه حرفه‌ایه، جایی که خیلی از سلبریتی ها و آیدولا هم میان. اگه سئولی حتما امتحانش کن، اگه نیستی هم این ویدیو رو سیو کن، چون مو از ریشه شروع میشه و ریشه هم به مراقبت نیاز داره. تا وقتی اومدی کره حتما بتونی امتحانش کنی.